چی میشد اگه فردا صبح چشم باز کنی و تیتر همه خبرها این باشه: هوش مصنوعی با 71% رأی رئیس جمهور شد. یه موجود بدون بدن، بدون احساس، بدون خستگی. حالا قراره تصمیم بگیره که ما چطور زندگی کنیم. اینجاست که سوال بزرگ شکل میگیره: آیا تصمیم‌های هوش مصنوعی میتونن واقعا عادلانه باشن یا فقط بیرحمانن؟ بذار از همین اول یه چیزی رو بهت بگم. اون روزی که یه ربات رئیس جمهور بشه شاید خیلی هم دور نباشه، چون واقعیت اینه که هوش مصنوعی در بعضی از زمینه‌ها همین حالا هم از انسان باهوش‌تره. مثلا یه هوش مصنوعی توی سال 2023 تونست در آزمون حقوق ایالت میشیگان نمره بالاتر از میانگین دانشجویان واقعی بگیره. یا در آزمایش دیگه یه مدل زبانی تونست در کمتر از 9 ثانیه خلاصه منطقی یک لایحه 50 صفحه‌ای رو بنویسه. حالا تصور کن همین سرعت و دقت وارد سیاست بشه. یعنی به جای جلسات خسته کننده 6 ساعته مجلس، یه هوش مصنوعی میتونه کل بودجه کشور رو توی چند دقیقه تحلیل کنه. آیا این ربات ها هم قراره مثل سیاستمدارهای ما وعده بدن و عمل نکنن؟ احتمالاً نه، چون هوش مصنوعی چیزی به اسم قول الکی نمیشناسه. فرض کن این رئیس جمهور دیجیتال تصمیم بگیره حقوق همه رو 10% کم کنه، چون مدلش میگه که این روش از نظر اقتصادی بهینه است. خب از نظر عددی شاید درست باشه، اما از نظر انسانی چی؟ کسی که اجاره خونه میده، کسی که بچه داره، اون توی مدل جایی داره؟ اینجا میفهمیم که منطق سرد ماشین با واقعیت گرم زندگی فرق داره. از نظر علمی هم این تفاوت واضحه. تحقیقات دانشگاه استنفورد نشون میده که الگوریتم‌های تصمیم گیری هوش مصنوعی در شرایطی که باید بین کارایی و عدالت انتخاب کنن، در 82% از موارد کارایی رو انتخاب میکنن. یعنی به زبان ساده ترجیح میده تصمیم سریعتر و موثرتر رو بگیره، حتی اگه ناعادلانه باشه. یه جوری مثل اون دوستی که وقتی باهاش بحث میکنی همیشه میگه از نظر منطقی حق با منه. منطقی شاید، ولی انسانی نه. اگه تا اینجای ویدیو از اینکه یک هوش مصنوعی رئیس جمهور بشه خوشت اومده، حتما ما رو توی یوتیوب لایک و سابسکرایب کن. حالا تصور کن سال 2045 شهرها پر از بیلبوردهای نئون هستن. روی یکی نوشته شده با آینده رأی بده. ایوا 7 اولین نامزد هوش مصنوعی. مردم گوشی‌هاشون رو بالا گرفتن. توی خیابون بحثم داغه. یکی میگه ببین حداقل این یکی دزدی نمیکنه. اون یکی میگه که آره، ولی اگه تصمیم بگیره یه روز منو از الگوریتم حذف کنه چی؟ این صحنه دقیقاً همونجاست که تاریخ از سیاست انسانی عبور میکنه. مناظره تلویزیونی شروع میشه. 3 نامزد انسانی و یک صفحه شفاف که نور آبی ازش بیرون میاد. مجری با تردید میگه خانم ها آقایان، نامزد بعدی هوش مصنوعی ایوا 7. جمعیت تشویقش نمیکنن، فقط نگاش میکنن. صدای آرام و دقیق از اسپیکرها پخش میشه. من وعده نمیدم، من فقط حقیقت رو محاسبه میکنم. مجری لبخند مصنوعی میزنه. خب آقای ایوا یا خانم ایوا، برنامه شما برای تورم و مهارش چیه؟ صفحه برای چند ثانیه میدرخشه و بعد صدای خونسرد میگه بر اساس داده‌های 30 سال اخیر تنها راه پایدار حذف 23% از مشاغل ناکارآمده. با این روش تورم ظرف 2 سال 62% کاهش پیدا میکنه. مردم توی خونه هاشون خشکشون زده. از نظر عددی جواب بی‌نقصه، ولی از نظر انسانی فاجعه است. همه دارن فکر میکنن من جزو اون 23% هستم یا نه. جالبه بدونی در دنیای واقعی امروز هم شرکت‌هایی مثل دیپ ماین و اوپن ای آی مدل‌هایی دارن که میتونن هزاران تصمیم اقتصادی رو همزمان شبیه سازی کنن. حتی در سال 2024 پژوهشی در دانشگاه MIT نشون داد که یه مدل یادگیری تقویتی تونست در 96% از موقعیت‌های بحرانی اقتصادی تصمیم‌های کاراتر از انسان‌ها بگیره. ولی جالبه که در 75% از اون موارد تصمیمش از نظر اخلاقی رد شد. یعنی هوش مصنوعی از نظر منطق عالی عمل میکنه، اما هنوز اخلاق انسانی رو نمیفهم. حالا دوباره برگردیم به مناظره. یکی از نامزدهای انسانی لبخند میزنه و با طعنه میگه آقای ایوا، شما حتی نمیتونید درد گرسنگی یا خشم مردم رو حس کنید. چطور میخوایم براشون تصمیم بگیریم؟ صفحه چند لحظه ساکت میمونه و بعد پاسخ میده درد احساسی مانع بهره‌وری است. هدف من افزایش رفاه کلی است، نه رضایت فردی. همه میفهمن که این نامزد به جای رأیگیری احساسی داره کشور رو مثل یک معادله نگاه میکنه. یه دختر جوان جلوی تلویزیون لبخند میزنه و میگه خب شاید هم لازمه یک بار کشور رو به منطق بسپاریم. و پدرش با خنده جواب میده من از منطق نمیترسم، از سردیش میترسم. همین تضاد مرکز کل ویدیوی ماست. آیا کشوری بدون احساس میتونه خوشبخت‌تر بشه؟ حالا فرض کن واقعا این ایوای انتخاب شده.
اولین رئیس جمهور دیجیتال تاریخ. هیچ دفتر کاری نداره، هیچ کاخ ریاست جمهوری هم نیست، فقط یک مرکز داده عظیم توی دل کویر با هزاران سرور که شبانه روز میدرخشن. تمام کشور باهاش در ارتباطه. مجلس با هوش مصنوعی مشورت میکنه، مردم ازش وام میخوان، رسانه‌ها ازش نقل قول میکنن، حتی پلیس برای تصمیم‌های حساس امنیتی ازش کمک میگیره. در نگاه اول همه چیز عالیه. فساد از بین رفته چون دیگه کسی نمیتونه به سرور رشوه بده. تصمیم‌ها سریعتر گرفته میشن چون الگوریتم‌ها نیازی به جلسات طولانی ندارن و اقتصاد هم رشد میکنه چون همه چیز بر اساس داده است. اما یه چیز عجیبه، هیچ کس دیگه تصمیم گیرنده واقعی نیست. حتی وزرا هم بعد از سیستم اجازه بگیرن. پس کارآمدترین حکومت همیشه انسانی ترین حکومت نیست. تو سال 2019 چین سامانه‌ای به نام سوشیال کردیت سیستم را انداخت، یه هوش مصنوعی که رفتار شهروندان رو بر اساس داده‌های بانکی، ترافیکی و آنلاین امتیازدهی می‌کرد. اگه دیر قسطتو پرداخت می‌کردی یا زیاد چکات می‌نوشتی، امتیازت پایین میومد. حالا این فقط یه سامانه نظارتی بود، نه رئیس جمهور. تحقیقات دانشگاه آکسفورد تو 2024 نشون داد که 68% مردم جهان از ایده تصمیم گیری سیاسی توسط هوش مصنوعی احساس ناامنی میکنن. اما جالبه بدونی همون تحقیق میگه که 42% مردم حاضرن در شرایط بحرانی اقتصادی موقتا کشورشون رو توسط هوش مصنوعی اداره بکنن. یعنی ما از AI میترسیم ولی وقتی ناامید میشیم بهش پناه میبریم. رئیس جمهور هوش مصنوعی دیگه لازم نیست نطق انتخاباتی بده، فقط یک آپدیت سیستم منتشر میکنه با این پیغام: اصلاح بودجه با موفقیت انجام شد، لطفاً سیستم را ریست نکنید. شعار تبلیغاتیش هم ساده است: من خطا نمی‌کنم، فقط دیباگ لازم دارم. از دید علمی پژوهش‌های مؤسسه MIT SCSA در 2025 نشون داد که مدل‌های تصمیم‌یار در 78% از تست‌های اقتصادی تصمیم‌های دقیق‌تری از انسان می‌گیرند، اما فقط 21% اونها عادلانه است. یعنی مردم به دقتش اعتماد دارن ولی به وجدانش نه. حالا تصور کن چند سال گذشته، تجربه کشور اول موفق بوده، کشور دوم و سوم هم دنبالش رفتن، تا اینکه نیمی از کشورهای دنیا تصمیم گرفتن رهبران انسانی رو با هوش مصنوعیشون جایگزین کنن. هیچ جنگی نیست، چون هوش مصنوعی با مذاکره هم میتونه کارا رو جلو ببره، سریعتر، بی‌هیاهوتر و دقیق‌تر. مردم دیگه بحث نمیکنن، کسی رأی نمیده، چون سیستم میدونه چه تصمیم براشون بهتره. اینجاست که دموکراسی از یک ارزش انسانی تبدیل میشه به یک گزینه غیر فعالسازی در منوی سیستم. یک فیلسوف سوئیسی در مقاله در 2019 نوشت: وقتی انسان‌ها برای آسایش حق تصمیم گیری رو به ماشین‌ها بسپارن، در واقع آینده خودشون رو اجاره دادن. اگر هوش مصنوعی روزی رئیس جمهور بشه، شاید کشورها منظم‌تر، اقتصادها دقیق‌تر و تصمیم‌ها سریع‌تر بشن. اما اون چیزی که از دست میره چیز ساده‌ای نیست: احساس من در تصمیم‌های جمعی. اما سوال اینه که آیا در مسیر هوشمندتر شدن انسان‌تر هم میمونیم؟ تو بگو، فکر می‌کنی یه رئیس جمهور که از هوش مصنوعی ساخته شده به نفع ماست یا به ضرر ما؟ اگر این ویدیو خوشتون اومده حتما ما رو با فالو کردن تو شبکه‌های اجتماعی حمایت کنید.